ببینید طراحی کاراکتر از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که مهمترین اونا طراحی آناتومی، طراحی پارچه، طراحی انواع فلزات، طراحی انواع اکسسوری و لوازم مختلفی که متناسب با نیاز باید اونا رو بتونیم ما طراحی کنیم. حالا کاری که ما انجام میدیم چیه؟ میایم برای هر یک از این بخش‌های مختلفی که می‌خوایم طراحی کنیم یک رفرنس مناسب پیدا می‌کنیم و از اون به عنوان منبع الهاممون استفاده می‌کنیم. و برای این کارمون زمان زیادی می‌ذاریم و هیچ محدودیتی نداریم. می‌تونیم از آرتیست‌ها و طراحایی که مورد نظرمون هستن و دوستشون داریم استفاده کنیم. اگه بخوایم یه لیستی درست کنیم از رفرنس‌هایی که نیاز داریم میتونه این شکلی باشه. اولیش جستجو برای رفرنس آناتومی کاراکترمون هست. حالا این آناتومی میتونه در بخش‌های مختلف از رفرنس‌های مختلفی استفاده بشه و در آخر اینا رو ما با هم میکس کنیم و به اون چیزی که می‌خوایم برسیم. دومی جستجو برای رفرنس پالت رنگی و فضای کارمون هست که کاراکتر ما بیشتر تو چه فضایی باشه، بره بیشتر به سمت رنگ‌های گرم یا بیشتر تو فضای سرد و یخزده باشه. سومی میتونه جستجو برای لباس‌ها، پارچه‌ها، فلزات و تمام اکسسوری و لوازمی که همراه کاراکتر می‌خوایم طراحی کنیم باشه. و چهارمی میتونه چهره و سر کاراکترمون باشه که بیشترین توجه تو چشم مخاطب داره.